سلام توی این ویدیو میخوایم مسیر رفتن به دکتر اونگان رو بررسی کنیم و ببینیم توی شهر آنکارا به چه آدرسی بریم تا کارهای مدیکالمون رو انجام بدیم. دو حالت وجود داره برای رفتن به مطب دکتر برای انجام کارهای مدیکال قبل از سفارت. یکی این که توی گوگل مپ شما سرچ کنید کوگولو پارک، KUGULU پارک. کوگولو پارک یا کوگولو پارک به تبع توی ذهنمون میمونه و اکثر تاکسی ها یا شهر آنکارا این پارک رو میشناسند. شاید مطب دکتر رو نشناسن اما کوگولو پارک رو راحت میشناسن. بعد از اینکه روی گوگل مپ این اسم رو سرچ کردیم، این فضای سبز رنگی که مشاهده میکنید کوگولو پارک هست. مطب دکتر اونگان دقیقاً در شمال کوگولو پارک قرار داره، یا یه جورایی بهتون بگم که مطب دکتر این اچی هست که روی نقشه مشاهده میکنید و به کوگولو پارک وصل است. یک راه برای اینکه برید به مطب از این سمت است که از شرق مطب میشه. یه راه دیگه از آتاتورک بولوار هست که از سمت غرب مطب راه داره. راه سوم از داخل محوطه پارک هست که یه همچین مسیری رو شما باید طی کنید تا خودتون رو از این طریق به مطب دکتر برسونید و کارهای مدیکالتون رو انجام بدید. حالا میخوایم با هم بررسی کنیم دونه دونه این مسیرها رو که خودتون بتونید مسیرهای رفتن به مطب دکتر اونگان رو پیش ببرید. اولین مسیری که با هم دیگه بررسی میکنیم مسیری هست که از سمت شرق دکتر اونگان هست. اینجا کوگولو پارک و مسیر دکتر اونگان رو مشاهده کردید. خب جایی که من وایسادم و براتون ویدیو گرفتم، در واقع لوکیشنی که ایستادم و این ویدیو رو براتون گرفتم، این لوکیشن آبی رنگ هست که الان دارم دورش دایره میکشم. مسیری که باید طی کنید تا به مطب دکتر اونگان برسید این مسیر میشه. از لوکیشنی که وایساده بودم و فیلم گرفتم این حالت رو باید طی کنید تا خودتون رو به دکتر اونگان برسونید. یه خوبی که داره این که اگر همراهی داشته باشید این منطقه جاهای تفریحی زیادی داره. اگر شما همراه دارید یا خانواده دارید که با شما نمیخوان بیان به مطب دکتر و کار پزشکی انجام بدن برای اینکه معطل نشن، میتونن از این مسیر به این سمت برن و یه شعبه LC وایکیکی اینجا هست که معمولا ایرانی ها این فروشگاه ها رو برای خرید خیلی جذاب میدونن. اگر که اهل خرید پوشاک نیستید و به نقره علاقه‌مند هستید، اینجا یک بازار نقره هست که میتونین از این دو مسیر مشکی رنگ 2 تا در داره و خودتون رو به این پاساژ برسونین. کوگولو ایز مرکزی اسمش هست که میتونین برین و کارهای نقره و حالا کارهای زینتی رو اینجا دیدن کنید. اگر که کلن قصد خریدی چیزی ندارید میتونید همراهاتون به فضای سبز کوگولو پارک بیان و تو این تایم 1-2 ساعتی که دارید کار پزشکی رو انجام میدید از فضای سبز لذت ببرند. اگر که اهل پارک هم نیستن میتونن در کنار مطب، لوکیشنی که الان براتون مشخص میکنم با رنگ بنفش، یک کافه رستوران هست که میتونین بیان اینجا و اوقاتتون رو بگذرونین. اگر اهل دلم هستین که براتون مشروب هم سرو میکنه. خب روش دومی که بخوایم بریم به دکتر اونگان، باز من روی گوگل مپ شهر آنکارا رو که حالا دارید مشاهده میکنید، اینجا هم کوگولو پارک هست. بنویسین توی گوگل مپ اونگان فامیلی پرکتیس، UNGAN فامیلی پرکتیس، این گزینه رو بزنید. مستقیم از روی گوگل مپ آدرس دکتر اونگان رو برای شما میاره.
اینجا کوگلو پارک هست که دکتر اونگان هم در شمال کوگلو پارک قرار داره. همونطور که مشاهده میکنید این اچ مطب دکتر اونگان هست. میگم چون بعضی از تاکسی ها ممکنه نتونن این مسیر رو برن، شما میتونید با استفاده از اسم کوگلو پارک برید. خب تو این ویدیو میخوام از این لوکیشنی که اینجا براتون ضربه در زدم و طی کردن این مسیر که از توی پارک ختم میشه به دکتر اونگان رو براتون بررسی کنم. یک مسیر مارپیچ هست که تا اینجا باید بیاین اگه از محوطه پارک بیاین، بعد از اونجا به بعد باز یه راه ال مانند هست که شما رو به دکتر اونگان میرسونه. بریم با هم ویدیوش رو ببینیم. اینجا آتاتورک بولوار هست که در واقع از سمت غرب مطب دکتر هست و اینم ورودی پارک یا ورودی کوگلو پارک. این محوطه‌ای است که از توی پارک باید طی کنید تا به دکتر اونگان برسید. خب این ویدئویی که دیدید ما این مسیر رو طی کردیم، از محوطه پارک حرکت کردیم و اومدیم تا اینجا. حالا میخوام از اینجا بهتون بگم که چجوری برید به مسیر دوم که دکتر اونگان هست. بریم با هم ویدئوشو ببینیم. در واقع از اینجا روی گوگل مپ حرکت کنیم و این مسیر رو طی کنیم تا خودمون رو به اون اچی که حالا مطب دکتر هست برسونیم. بریم ویدیو رو ببینیم. اینجا همون جایی است که توی لوکیشن وایساده بودیم. Adam katıla büyük oldu bana. خب بعد از که این کافه رو رد کردین، سمت راست اینجایی که میبینین اینجا مطب دکتر اونگان است. اینجا دکتر اونگان هست و این ساختمون چند طبقه، طبقات مربوط به آزمایش‌های خون و مدیکالتون. از مطب که بخوایم بریم به این سمت که توی فیلم میبینید، این راه شما رو میرسونه به بولوار آتاتورک. در واقع از سمت غرب مطب بخواید وارد مطب بشین میشه از سمت بولوار آتاتورک که حالا با هم میریم تو فیلم میبینیم. اینجا آتاتورک بولوار هست.
بله بلوار آتاتورک که کوگلو پارک هم در سمت چپ ما هست. این سومین راهی هست که شما میتونین به مطب دکتر اونگان برید و کارهای مدیکالتون رو